وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حادثه کشتار همسر در جریان مناقشه اولوی خبر داد. شوهر بجال در استرافشان همسر جوان 27 سالش را اول لطوکوب کرده سپس بوغی کرده کشته است. گفته می شود هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 36 ساله ساکن شهر استرافشان همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شد. نامبرده 1 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 16:30 در خانه استقامتیش از سبب مناقشه به میان اومده با همسرش جوانزن 27 ساله با دست و پایهایش با عضوهای مهم بدن او زده جراحت جسمانی رسانیده سپس با روی بوغی نمودن او را به هلاکت رسانیده است. گفته می شود در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی نسبت به مرد دستگیر شده بر اساس قسم 1 ماده 104 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به او بر اساس این بند قانون همچون جزا تا 15 سال زندان تهدید میکند. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتن اعضای نزدیک عائله اساساً درباره کشته شدن زوجه ها از دست شوهران خبرهای زیاد به دست میرسد. اکثر این جنایت‌های سنگین در جریان مناقشه‌های عائلوی و یا در زمینه رشک صورت میگیرد.